بسم الله الرحمن الرحیم. با جلسه پنجم آموزش سی شارپ با مبحث وب سرویس در خدمت شما دوستان هستیم. این مبحث رو بنا به درخواست دوستان و خارج از روال آموزشیمون تهیه کردم. خب وب سرویس چیه؟ وب سرویس یک امکانی که تحت شبکه برقرار میشه. یعنی شما ماورای اون مباحث سخت افزاری شبکه خیلی ساده یاد خواهید گرفتن جلسه که چطور برای شبکه داده هاتون رو انتقال بدید. ما برای اون بحث های پیچیده TCP و کلاینت سرور خیلی راحت بود که چطور میتونید در سرور و حتی در کل شبکه اینترنت این داده ها رو انتقال بدید. خب مثل هر قانون TCP، مثل قانون UDP، یه پروتکل دیگه داره، مثل پروتکل SWAP به معنی Simple Object Access Protocol. کار این قانون اینه که شما خیلی راحت در روی سرورتون یک کلاس داشته باشید. کلاس شما تابع داره، کلاس شما ویژگی هایی رو داره. از این کلاسی و این کلاس ما آبجکتی ایجاد میکنیم. حالا نکته اینجاست که ما با چه هنری و چه ترفندی بیایم این آبجکت رو در اختیار کلاینت هایی قرار بدیم که شاید صدها گره اون طرف قرار دارند. به این کار میگن SWAP میاد از XML استفاده میکنه، یعنی کل اون آبجکت رو تبدیل به یک رشته های XML میکنه و اون رو به راحتی توسط پروتکل های خیلی راحتی میدونیم که رشته رو میتونیم بفرستیم. در حالی که علاوه اینکه مثلا می‌بینیم که برخی اشکال گرافیکی، عکس ها خیلی سخت شاید فرستاده بشن و پروتکل های پیچیده‌ای دارن، رشته خیلی راحت‌تر و سریع‌تر فرستاده میشن. این در قالب XML خیلی منظم و مرتب قرار میگیره و فرستاده میشه. حتی شما میتونید عکس‌ها رو در حجم‌هایی بفرستید. این چنین امکانی هم موجود هست. خب ما کاری با مباحث تئوریک پیچیده نداریم. فقط می‌خوایم اینجا کلاسی داشته باشیم، پایگاه دادمون در سرور باشه، کلاسمون در سرور باشه، آبجکت رو ایجاد کنیم و بتونه کاربر ما در کلاینت ها به این دسترسی پیدا کنه. من برای این کار از زبان سی شارپ، ویژوال استودیو و اسپی.NET استفاده کنم، ولی واقعا هیچ کاری برای پیچیدگی‌های برنامه‌نویسی سی شارپ رو من انجام نمیدم. فقط اون دوستان با این امکان آشنا بشن و مباحث پیچیده برنامه‌نویسی رو هم خودشون بعدا میتونن به راحتی انجام بدن. فقط بیس کار رو خوب بفهمن دیگه بقیه مراحل خیلی ساده است. فقط کدنویسی اپلیکیشنشون میرسن، پایگاه داده‌شون رو تعریف میکنن، جدول بندی میکنن، کدهای اینسرت و سلکت و دیلیت و تمام کوئری ها هم که خودشون حتما بلدن و خواهند نوشت. خب بریم سراغ کدنویسی. برای کدنویسی ما 2 بار محیط ویژوال استودیو رو باز میکنیم. دوستان توجه کنن، بهترین راهی که بتونن 2 بار ویژوال استودیو رو باز کنن، برن منوی استارت روی این راست کلیک کنن و 2 بار بیان بگن که ران از ادمنستریتور و این میتونه 2 بار واسهتون ایجاد بشه. خب من میام روی نیو پروژکت رو میزنم، میرم روی زبان خب ویندوز فرم هم اسمش رو میزنم چون میخوام این برای من از اون امکان استفاده کنه. اسمش رو میزنم کلاینت. اوکی رو میزنم، یه فرم ساده واسه من باز میشه. در این فرم من میرم از منوی تولبار، اینجا من یک تکست باکس قرار میدم، یک باتن قرار میدم. فقط برای اینکه نشون بدیم من کارو میکنم، زیاد روی مباحث کدنویسی نخواهیم رفت. پس دوستان زیاد نگران نباشن که کدایی که من مینویسم چی. خب این برنامه ما اینجا آماده شد. خب اینو من مینیمایز میکنم، میرم سراغ قسمت بعدی و اصلی کار، یعنی ایجاد وب سرویس. فایل، نیو، میرم این بار وبسایت رو باز کنم. باز اینجا جای نگرانی نیست، اصلا ما نمیخوایم وبسایت طراحی کنیم، فقط میخوایم وب سرویس. یه دونه ASP.NET وبسایت، این رو اند میکنم، میذارم اسمش رو سرور. اوکی رو میزنم. خب این دیفالت اصلا نیاز ندارم، حتی میتونم اینجا دیلیت کنم. میرم سولوشن اکسپلورر. 2 تا قسمت هست، یکی این قسمت، یکی این قسمت. دوستان تعجب کنن
راست کلیک میکنم اد نیو آیتم رو میزنم. پس ممکنه کسایی در این قسمت اول اد نیو آیتم کنن و خیلی این بحثشون مبهم بشه. خب میام در اینجا میرم و گزینه مربوط به خب در گزینه‌های موجود گزینه مربوط به وب سرویس رو انتخاب میکنم با پسوند ASMX. دوستان توجه کنم اسمش رو میذارم سرور. خب اینو اد میکنم. پس اینها در حقیقت دو تا برنامه هستن که اولی در کلاینت مربوط به برنامه کلاینت، اینی که الان ایجاد میکنم برنامه‌ای که در سرور قرار خواهد گرفت. من میام اینجا و به این نقطه توجه میکنم. یه نقطه مهمی اینجا هست. من یه تابع رو اینجا میبینم. با بقیه مباحث کاری ندارم. این تابع سطر اولش میونه دو تا براکت کلمه وب متد نوشته. حتما هر تابعی که ایجاد میکنم باید داره این وب متد باشه. کل این وب سرویس من یک کلاسه. همونطور که میبینید دوستانی که ارث برای بعدم مباحثشون یاد خواهند گرفت، این کلاسی است که کلاس شما اسمش سروره. این اسم من دادم. اما این سرور از system.webservices.webservice ارث میبره. این خیلی نقطه مهمی که دوستان توجه کنن. با این قسمت کاری ندارم، اینجا رو میبندم. پس در این کلاس من میتونم متغیر تعریف کنم، تابع تعریف کنم. توابعی برای من در کلاینت قابل استفاده که دارای وب متد باشن، دارای این عبارت باشن و قابل سریال شدن و فرستاده شدن باشن. خب حالا این تابع ما خیلی عادیه. یه تابعی داره که ورودی نداره، خروجی داره، از نوع استرینگه و چیزی که برمیگرده هلو ورلد. من حالا همین رو میکنم هلو کلاینت، اسمش رو میذارم هلو کلاینت. ورودی رو هم باز میگم مثلا تو یه دونه استرینگ باش واسه من، استرینگ مثلا مس به معنی مسیج پیغام. کار من اینجا تمومه. تنها کاری که باید بکنم اینه که در سرور من، دوستان توجه کنن، در سرور من اجرا بشه. خب من اینجا در سرور وقتی قرار بدم و به آدرس مربوطه برم که الان نشوندم چه آدرسیه، این اصولا در سرور همیشه آنه، این همیشه رو سرور من اجراست، در حال اجراست. ولی اینجا که دارم توی محیط کامپیوتر خودم دارم طراحی میکنم، اینو میذارم تا اجرا بشه. اینو مینیمایز میکنم، کاری باش ندارم. ولی الان یه دونه برای من وب پیجی باز خواهد شد. در انتهای وب پیج کلمه ASMX قرار داره. یه تابع من که هلو ورلد اینجاست. این تابع خود منم میتونم تعریف کنم. میبینم در سی شارپ در ویژوال بیسیک خودش اینو به حالت چیز کرده، نوشته. در سی پلاس پلاس چطور نوشته میشه، نوشته این نحوی نوشته وب سرویسه. با این جزئیات کاری هم ندارم. فقط یه بار میخوام ببینم که شما نحوه اجرای کد من درست باشه. مثلا مسیج من دادم که هو، مثلا میگم شما کی هستید. وقتی اینووک کنم و بگم بفرستم بهش، اون چیزی که سرور برام بفرسته در قالب یک XML که نوعش رو استرینگ تعریف کردیم و پیغامی که فرستاده میشه هلو کلاینت. این پیغام و این رشته از طرف سرور میاد رو کامپیوتر کلاینت، تو کامپیوتر کلاینت دیکود میشه و هر جا که قرار باشه نمایش داده بشه نمایش داده میشه. چیزی که برای من مهمه اینه، میام این عبارت رو کپی میکنم، راست کلیک میکنم و کپی. کار من تمومه. این هم رفته تو سرور. ولی برنامه سرور رو نمیبرن، این دائم باید در حال اجرا باشه. دوستان به این توجه کنن که خیلی مهمه. میام رو برنامه کلاینت. رو برنامه کلاینت کاری که من میکنم اینه، میگم میرم تو پراجکت اد سرویس رفرنس، اونی که اونجا کپی کردم اینجا پیست میکنم، اون آدرس رو گو رو میزنم. اگه همه چیز درست باشه این گو میشه و اینجا من میبینم که سرور نوشته. اینجا این نیم اسپیس رو من اسمش رو عوض میکنم، اسمش رو میذارم سرور. خب حالا اسمش رو سرور قرار میدم. خب حالا نمیخوام هم نامم باشه با برنامه من، مثلا سرور سواب، حالا میذارم مثلا سرور سواب. این اوکی رو میزنم. این سرور سواب میاد در سولوشن اکسپلورر من. اینجا اگه من توجه کنم سرویس رفرنس رو باز کنم، سرور سواب اینجا اومده ادغام شده با برنامه من. حالا نحوه استفاده بدین شکلی که من میام باتن رو میزنم. باتن رو که زدم یا در فرم لود بهتر تو باتن باشه، میگم که سرور سواب دات، توجه کنن، میگم
سرور سواب کلاینت یه اسمی میدم، حالا بهش میگم سرور اس حالا برابر است با نیو سرور کلاینت و میبندم. یعنی از اون کلاس راه دور توسط سرور سواب کلاینت از اون آبجکت میام واسه خودم یه نمونه میسازم. خیلی این نکته خیلی مهمه. بعد هیچ وقت قرار نیست که اون آبجکت راه دور رو از طریق سیم ها و کابل ها بکشم بیارم تو کامپیوتر خودم. اون TCPه، اون UDPه. بچه پکیجی نمیاد، فقط من شمای کلی و اینترفیس اون رو میدونم چیه، ظاهرش رو طرحش رو میدونم چیه. این طرح رو فرا میخونم اینجا، میدونم که این چی کار میکنه، میدونم که من هر مسیجی بدم یه هلو برمیگردونه، میام اینجا اون رو شبیه سازی میکنم. حالا چطور میفهمین برنامه من که اون جزء کارهای ویژوال استودیو من کار ندارم، فقط میدونم که چه این اتفاقی میفته. به خاطر همین سرعت این برنامه خیلی بیشتر از اون چیزی که من انتظار دارم. یعنی انتظار من اینه که من اینو بذارم روی سرور تو مثلا کانادا، من خودم کاربر ایرانی هستم میام استفاده کنم، از کانادا بخواد چنین حتی رشته‌ای بیاد مسلما زمانی میکشه که مورد انتظار من نیست و رو کار من اخلال میشه. حالا میگم اس چیکار میکنه؟ میگم وقتی باتن رو زدم میگم تکست باکس 1 داد تکست تو خب برابر باشه با، حالا من میام اینجا یه لیبل میدم. خب کاری که من میکنم این باشه، میام لیبلی که میدم این باشه که یه لیبلی حالا قرار بدم. خب این لیبل رو من اینجا قرار میدم، من پراپرتی رو توهین میکنم، خالی میکنم. میخوام تکست باکس هرچی قرار میده رو بفرستم به سواب من و اونجا پیغام رو قرار بدم تو لیبل. بس چیکار میکنم؟ میگم که لیبل من لیبل 1 دات تکست من برابر میشه با چی؟ ss.hello world. میبینم وقتی میزنم استرینگ مسیج میگم مسیج منم بیا از کجا بیا از تکست باکس 1 دات تکست بردار، یعنی هر مسیجی که من بفرستم تو جوابش رو بده. خیلی راحت، 2 خط تمام اون پیچیدگی های من حتی اگه تو TCP هم من بخواستم این کار بکنم شاید 10 خط میونه از دلیگیت لازم میشد استفاده کنم، فرضاً لازم میشد از ترید ها استفاده کنم، چون ممکنه من پشت سر همه پیغام بفرستم مثلا دست کاربر بره تو دکمه باتن گیر کنه تو دکمه باتن. بعد من حالا میخوام یه ویژگی، دوستان که برنامه چت رو طراحی کردن مسلما میدونن که چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد وقتی پی در پی پیغام رو کاربر میفرسته. نتیجه این میشه که هنگ میکنه برنامه، بعد از ترید استفاده کنیم، از ترید که استفاده کردیم یه سری مشکلاتی به هر حال پیش میاد. خب من حالا اینو لیبل هم رو یکم بزرگ برمی‌دارم. حالا میذارم این برنامه من اجرا میشه، برنامه دومم. خب من یه پیغام میدم میگم هلو، به سرور یه پیغام میدم، باتن رو میزنم، سرچ میکنیم، میگه هلو کلاینت، جوابش رو میده. حالا انتظار من اینه که برنامه رو یه بار از اجرا میندازم، باتن رو که میزنم من میگم حالا لیبل تاکسی به اضافه، یعنی پی در پی پیغام ها رو من میخوام بفرستم، اینم پی در پی واسه من جواب بده هلو. مثلا بات من هلو میفرستم، جواب میاد هلو میفرستم، هلو میبینم کم کم سرعت برنامه من دیگه بالا رفت، چون من دونستم دیگه اون شما یک بار سر میکنم شما و طرح و اینترفیس آبجکتم رو میگیرم، دفعه بعد دیگه چیزی اونجا رد بدل نمیشه رو سرور، هر چی هست من خودم انجام میدم. سوال آیا در سرور تغییر بدیم اون وقت چه اتفاقی میفته؟ زمان من تو سرور مثلا میتونم تغییر بدم، کل سرور رو یه بار بخوابونم، برنامه رو تغییر بدم و جایگزین برنامه قبلی کنم. به خاطر همین سرور تغییرش مستلزم ایسته. اگه سرور بیسته من بخوام تغییری بدم بر روی سرور، یعنی این کار رو بکنم، استاپ کنم سرورم رو، من این برنامه رو در سرور استاپ کنم، برنامه کلاینت من دفعه بعد که بخواد بس من پیغامی بفرسته هلو رو بفرسته، این هم با ارور مواجه خواهد شد. و این خب با تشکر من پایان این جلسه رو اعلام میکنم.